ابزار کمپانی ایران رادیو رو به شما معرفی کنم. میخوام اینا رو نصب کنم و ارزم به حضور شما لوله های اینا از سقف رد شده. بعد میخوایم این قسمت برایش تعیین شده، قبلا کارشناسان اومده اینا تعیین کرده، میخوام اینجا پنل شده. دوستان، برای ادامه نصب کولر ایران رادیو تور بعد از اینکه دستگاه را باز کردیم، عقب دستگاه یه خریطه‌ای هست که کارت گارانتی، دفتر راهنما همراه با سینی هستش. برای اینکه دستگاه رو نصب کنیم اول باید دستگاه رو ببینیم که داخل این دستگاه هوا وجود داره یا رادیاتش سوراخ شده. بعد از اینکه فهمیدیم دستگاه سالمه، مشکلی هم نداره، اولین کاری که انجام میدیم علامت گذاری با مارکره. باید ما لوله رو علامت بزنیم، مشخص کنیم لوله هاشو. بعد از اینکه لوله ها مشخص شد باید بفهمیم که جای مناسب این لوله ها سینی کجا هستش. دوستان، مهمترین چیزی که قابل یادآوری است این هستش که باید ما تراز داشته باشیم. بعد وسیله هامون باید تکمیلی باشه، کامل باشه. اگه وسیله هامون کامل نباشه این باعث میشه که دستگاهی که نصب میکنیم نامنظم باشه، یعنی بعداً این دستگاه آسیب میبینه، معیوب میشه. الان علامت زنی سینی رو با شما انجام میدم. الان این سینی رو علامت گذاری کردم. ببینید با مارکر باید با دقت علامت گذاری کنید. بعد از اینکه علامت گذاری تکمیل شد باید اولین کاری که انجام میدیم برای نصب باید جاهاش مشخص باشه، چون قبلا من توی ویدیو گفتم جاش مشخصه. برای این باید دریل کاریاشو انجام بدیم و کار ما رو ادامه بدیم. دوستان، برای حمایت ما چینل ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار دهید و از ما حمایت کنین تا ویدیوهای خوبتر و بهتر برای شما ارائه فرماییم. خب الان سینیه رو میخواییم بچسبونیم روی دیوار. کافشن رو بکشم چون هوای اتاق خورده گرمه، میخوام کافشن رو بکشم. بعد علامت گذاریش روی دیوار انجام میدم. بعد از اینکه روی دیوار علامت گذاریش تکمیل شد باید دریل کاریاشو انجام بدیم و مهمترین چیز از همه مهم که خیلی مهمه این هستش زمان نصب دستگاه باید ما تراز را با خود داشته باشیم، چون تراز رو نداشته باشیم هر نصبی که روی دیوار ما انجام میدیم، روی کولرهای گازی باشه، پنلاش باشه، دستگاه های خنک کننده، هر چی باشه، این باعث میشه که یک نامرتب باشه، بعد تو آینده معیوب میشه دستگاه. الان میخوایم علامت گذاریش روی دیوار انجام بدیم و ترازم همکارم آورد. میخوایم اول تراز بشه، علامت گذاری بشه. اول تراز و علامت گذاریش انجام میدیم. دوستان خیلی دقت کنید، برای اینکه ترازشو انجام بدین، علامت گذاریشو انجام بدین، باید یه سلسله از فاصله ها رو مراعات کنیم
و لوله ها ما باید قسم بیاد که دوباره آسیب نبینه. این زمانی که لوله ها رو میخوایم خم بزنیم، لوله ها رو میخوایم وصل کنیم روی دستگاه، تو موقع دچار آسیب نشه دستگاه، که بعدن نشتی میکنه دستگاه. الان علامت گذاریش رو روی مارکر انجام دادم، ترازش هم انجام دادم، علامتاشو الان انجام دادم. باید بعد از اینکه علامت ها انجام شد تراز دوباره چک کنم درست هستش یا نه. الان ببینید خیلی خوبه، درست هستش. علامت گذاریش الان کامل میشه. دوستان یه خورده ویدیو نامرتبه، امیدوار هستم که این بار رو مد نظر نگیرین. ویدیوهای بعدی رو انشالله ویدیوهای قشنگی رو براتون درست میکنم که انشالله لذت ببرین و نصب راه اندازی دستگاه‌های خنک کننده چیلر رو، دستگاه‌های کولر گازی، داکت اسپلیت، فنکوپل همه رو انجام میدیم. الان دریل کاریاشو شروع میکنیم. مهمترین چیز اینه که قبل از اینکه دریل کاری هاشو انجام بدیم علامت گذاری هاشو انجام داده باشیم. الان دریل کاری هاشو انجام دادیم. دقت تو دریل کاری ها خیلی داشته باشین، چون این تعمیر نوکاره. بعد کثیف کاری ها خیلی باید انجام ندیم. بعد دوستا لوله این از سقف اومده، لوله این از دیوار نیامده، یعنی لوله ها رو ما قبلا گفتیم که از سقف اومده و لوله ها از سقف رد شده. برای این که لوله ها رو دوباره وصل کنیم دریل کاری ها انجام شد، باید یه سوراخی تو سقف انجام بدیم و لوله ها رو از اونجا رد کنیم. الان رول پلاک هاشو میزنیم، دریل کاری هاشو در حالت تکمیلیه. دوستان زمانی که دریل کاری ها انجام میدین باید سوراخ های روی دیوار رو یه خورده گشاد کنین و برای اینکه این رول پلاک ما کامل بره، چون میخوایم این رول پلاک هایی که انتخاب کردیم 8، برای اینکه رول پلاک کامل بره باید یه خورده گشادش کنم، چون با سوراخکاری ها با مته 6 انجام دادم. یه خورده سوراخاش جوری هستش که کامل گشاد نیستش. برای گشاد کاری اینا باید یه خورده دریل رو بچرخونیم. الان رو پلاکاش روی دیوار زدم کامل، روی پلاکا رو روی دیوار کامل میزنم. الان این دو گشادکاریش انجام دادم، چون گشاد بشه تمیزم میاد و رول پلاکا کامل میره روی داخل دیوار. دوستان فراموش نکنین برای حمایت از ما زنگوله رو فشار دهین، علامت زنگوله رو فشار دهین و برای حمایت ما ویدیو رو شیر نمایین و فراموش نکنین که سابسکرایب فراموش نکنین دوستان. دوستان قابل یادآوری است زمانی که گشادکاری ها رو ما با مته 6 یا 7 انجام میدیم، برای این انجام میدیم که تخریب کاری ها بیشتر نشه. بعد زمانی که دریل کاری ها انجام میشه اگه با مته 8 انجام بدیم، این باعث میشه رول پلاکی که روی دیوار میاد یه خورده فاصله داشته باشه. بعد این باعث میشه زمانی که ایسی کامل نصب شد یا کولر کامل نصب شد، در این صورت کولر میفته پایین، چون
اون پیچایی که ما قبلا زدیم روی دیوار و رول پلاکایی که ما روی دیوار زدیم این درست روی دیوار نمیره، فاصله پیدا میکنه و این باعث میشه که کولر درست نصب نشه. برای این باید خیلی دقت داشته باشین. دوستان الان کار ما در حال تکمیلی دریل کاری هامو سینیاشو میچسبونیم روی دیوار. قابل یادآوری است دوستان که برای نصب یونت بیرونی دستگاه یا نصب کامپرسور آودور بیرونی باید یه سلسله کارا رو انجام بدیم، چون یا باید موقعیتش روی دیوار باشه یا هم موقعیت دستگاه روی بالکن یا پشت بوم باشه. الان پیچاشو یا متراشو روی دیوار انجام میدیم. دوستان قابل یادآوری است برای اینکه خروجی آب سینی دریلشو روی دیوار یا باید روی دیوار باشه، تو دیوار باید لوله داشته باشه که قبل از این لوله رو نگذاشتن، یا این که یه دانه پمپ دریل رو برای نصب تخلیه آب سینی دریل اینجا نصب انجام بدیم و یه دانه پمپ رو بهش نصب کنیم. دوستان برای نصب دستگاه باید خیلی دقت داشته باشین، چون دوره ابتدایی، دوره آموزشی دستگاه دوره هستش که تو این دوره باید کسانی که میخواد از این ویدیو استفاده کنن باید کلن ویدیو رو ببینند و برای بازدید این ویدیو ما ویدیوهای بهتر و خوبتر رو روی چینل خود میگذاریم و میخواییم که بخش آموزشی ما خیلی عالی باشه، چون مفاهیم از این ویدیو برای همه هستش. الان باید روی دستگاه ترازو بگذاریم. برای حمایت چینل ما رو سابسکرایب کنین دوستان. الان پیچکاریاش روی دیوار انجام میشه. بعد از این که روی دیوار پیچاشو کامل زدیم باید ببینیم که سینیه تراز هستش یا نیستش.
دوستان یه چیزی که خیلی مهمه برای نصب دستگاه‌های کوله گازی این هستش که لوله هایی که از هر جایی رد میشه باید فنر داشته باشیم، چون با فنر انجام بدیم خیلی خوب میاد، لوله نمیشکنه. خب الان سینیه کامل شد، نصبش انجام شد. الان میخواییم که یک قسمت از سقف دستگاه رو میخواییم سقف از این دوله هایی که رد شده اینجا رو سوراخ کنیم، بعد لوله ما از اینجا باید رد بشه. بعد از اینکه سوراخ‌کاری سقفیش انجام شد میخواییم پنل کامل بچسبونیم. الان روی این که آزمایشی بچسبونیم باید ببینیم، نگاه کنیم درست هستش یا نیستش. الان همکارمون علامت گذاری رو روی سقفش انجام میده، میخواد لوله هاشو رد کنه. دوستان الان سوراخ‌کاری های سقفش انجام داد همکارمون. سوراخ‌کاریاشو با یه پیچ گوشتی یا یه چیزی باشه که انجام بدیم، چون سقفش خیلی محکم نیستش. برای این با یه پیچ گوشتی هم اگه باشه سوراخ میشه، مشکل نداره. بعد از اینکه سوراخ شد لوله ها رو خم میزنیم، لوله ها رو از این سوراخه رد میکنیم، کابل برقش رو اول رد میکنیم، بعد لوله ها رو رد میکنیم که لوله ها رو وصل کنیم روی پنل ما یا روی یونت داخلی دستگاه. خب تو این دریچه لوله ها هستش، باید اول کابل برقش رو رد کنیم، بعد لوله ها رو رد کنیم، کار ما تمیزتر بیاد. دوستان زمانی که لوله ها رد شد، بعد از این که لوله ها کامل رد شد دستگاه پرچ ما میاریم، پرچ میدهیم قشنگ، کار ما تمیزتر بیاد و همچنان مرتبتر و عالی بیاد. الان اندازه هاشو میگیریم، اندازه های لوله رو میگیریم، چون ما قبلا روی سینیه که تو دیوار محکم کردیم علامت گذاریشو با مارکر انجام دادیم.
برای این که لوله ها رو خم بزنیم باید پنل رو باز کنیم، بیاریمش پایین، کامل بیاریمش پایین، چون ما اینو برای آزمایشی روی دیوار بردیم که آیا پنل ما درست نصب شده یا نه. الان اینو میاریم پایین، میگذاریمش پایین. بعد علامت هایی که انجام دادیم اون علامتاشو قبلا انجام دادیم روی سینه. بعد لوله ها رو طبق اون علامت هایی که گذاشتیم باید پرش بزنیم دستگاه رو. دوستان تشکر از حمایت شما برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما. حمایتتون رو فراموش نکنید و برای اینکه ویدیوهای خوبتر و عالیتر رو برای شما تقدیم فرماییم روی کامنت های انگلیسی هم بگذارین و توی کامنت ها ما رو یاری فرمایین که ویدیوهای خوبتر و جالبتر رو برای شما تقدیم کنیم. الان کار ما دوستا در حال تکمیلیه. حمایتتون رو از ما فراموش نکنین. خدا نگهدار.